آقا اکویپمنت مادر رفقا یادتون باشه این همیشه رنگ مادر هر کتونی بهترین نمونه اون کاره. آقا اکویپمنت اولی ما در سال 1990 وارد بازار شد. در واقع یه پل ارتباطی بود. اگر یادتون باشه سال 2020 یه دونه کتونی تولید شد 40 زدیکس 40 یادتونه؟ یه حالت یوگو رو درشتی داشت. این در واقع پل ارتباطی بین زدیکس و اکویپمنت بود. سال 1990 این کتون یعنی اکویپمنت وارد بازار شد. طراحی زیبا خاص و منحصر به فردی داشت به دلیل شکل ظاهری که داشت و زبونه کار و رخ چشم نواز کار دوستان طرفداران زیادی پیدا کرد. این کتونی هم رنگ مادره و خیلی جالب بدونید که دوستان در سال 2021 لاین کنسرسیوم ایاس این کار رو طراحی و تولید کرد. باشه قسمتتون شه دوستتون داریم ارادت. جنسش هم که میدونید دیگه این همیشه جیرومش قلبانی منی. باشه قسمتتون شه هر روزتون پر از انرژی و نشاط.